سلام به همه عزیزای دل، به همه عزیزانی که کانال من رو دنبال میکنید، اون رو با دوستاتون به اشتراک گذاشتین، سابسکرایب کردید، لایک میکنید و در کامنت ها از تجربیات خودتون من و دیگرون رو آگاه میکنید. من نسیم هستم و به کانال من خوش اومدید. من در این کانال سعی دارم که از تجربیات خودم و مواجه شدن با دردهایی که داشتم و اینکه یک سری از مسائل و دردها رو چطوری سپری کردم، اینکه چه در روزهایی که خیلی همه چی خوب بوده و همه چی سر جاش بوده من یک رنج و دردی رو با خودم به دوش میکشیدم، چه در روزهایی که همه چی بد بوده باز من اون درد و رنج رو داشتم با خودم حمل میکردم. اینکه چرا ما آدم ها همیشه و در همه جا دنبال یک آرامشی میگردیم و هر شرایطی رو که برامون به وجود میاد باز ما اون آرامش رو احساس نمی کنیم و در مورد این مسائل صحبت می کنم و از تجربیات خودم با شما صحبت می کنم. امروز میخوام در مورد یک مسئله خیلی چالش برانگیز صحبت بکنم و اونم در رابطه با اون جاهایی هستش که ماها دچار یک سری احساسهای خشم میشیم در برابر افرادی که غریبه نیستن و افرادی که خیلی از ما دور نیستن. یعنی مثلا ما یک زمانی مثلا چه بدونم توی شیرینی فروشی میری و یه نفر میاد زودتر از تو صف رو میزنه جلو و یک مثلا حق تو رو رعایت نمیکنه و تو از اون فرد عصبانی میشی. در ترافیک هستی و مثلا چه بدونم یه ماشین یک حرکت نابجایی میزنه و تو رو ناراحت میکنه، تو از اون فرد خشمگین میشی ولی بعدا ممکنه که اون رو فراموش بکنی و هر روز با اون فرد زندگی نمی کنی یا مواجه نمیشی. از هر روز 100% وجود پارتنر یا چیز نیست. هر انسان نزدیکی، یک دوستی که خیلی بهش وابستگی داری و تو نمیتونی هیچ رقم اون رو کنار بذاری، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، همسرت، هر کسی که تو رو واقعا آزار میده و یک رفتار اون یا مجموعه ای از رفتارهای اون باعث خشمی در تو میشه و تو نمیتونی اون رو ترک کنی، نمیتونی اون آزاری که به تو میده رو تحمل کنی و این باعث بروز یک خشم در تو میشه. زمانی که این خشم اتفاق میفته در درون تو دو تا چی داره رخ میده. یکی این که عزت نفس تو زیر سوال میره و اون احترامی که تو خودت به خودت میخوای بذاری و برای خودت قائل هستی، اون ارزشی که تو برای خودت میدونی و میدونی که حق تو نیست که بخوای این رفتار آزاردهنده رو ببینی و خشمگین بشی و از طرف دیگه عشقی که به اون فرد داری خودش رو میندازه جلو و اون حس دلسوزی، اون حس مهربون بودن تو که اون فرد رو دوست داری و حتی شاید گاهن دلت میسوزه از این که اون چرا خودش رو داره در این موقعیت قرار میده و تو باید شاهد این موضوع باشی و این داره تو رو آزار میده و این خشمی که در این مرحله به وجود میاد واقعا یک چیز کاملا طبیعی و نرمال هست. و وقتی که این تضاد به وجود میاد این یعنی این که تو هم میخوای خودت رو دوست داشته باشی و هم میخوای که یک رابطه سالم داشته باشی و اینجا خیلی سخت میشه اینکه سر در بیاری باید در این مرحله چه کار بکنی. یک سری راهکارها هست که با انجام دادن اونها احتمالاً تو بتونی به خودت کمک کنی. اولین راهش گفتگوی مستقیم و شفافسازی با اون فردیه که داره باعث آزار تو میشه و باعث بروز خشم در تو میشه. اینکه با اون صحبت بکنی و یادت باشه که با این جمله با اون صحبت بکنی که از دید من این قضیه، این جریان این شکلی هست و اینطوری داره من رو آزار میده. اینکه تو به اون تاکید کنی که از دید تو این جریان این شکلی دیده میشه. شاید این رفتار این فرد یک کس دیگه ای رو آزار نده اما از لحاظ تو این رفتار و این واکنش داره تو رو آزار میده. دومین راه که اصولا زمانی اتفاق میفته که تو نمیتونی با اون فرد صحبت بکنی و اصلا اون فرد در حدی نیستش که بپذیره، یعنی واقعا متوجه این موضوع نمیشه که الان این چیزی که تو رو داره آزار میده برای تو آزار دهنده است، اون رو انکار میکنه، دلیل های بیهوده میاره. بعد رابطت با اون فرد صمیمی هست که خب تو نمیتونی
باهاش این صحبت رو داشته باشی، ممکنه که اون ناراحت بشه به هر دلیلی. تو نمیتونی از راه شفاف سازی و گفتگو با اون صحبت بکنی. در اینجا دومین مرحله به وجود میاد و اونم اینه که تو باید یک مرز و فاصله بین خودت و اون فرد بذاری، به طور آگاهانه از خودت محافظت کنی برای اینکه خودت در یک سلامت روانی قرار بگیری. سومین چیزی که در اینجا به وجود میاد اینه که تو رهایی رو تمرین کنی و واقعا این نیاز به تمرین داره و یک چیز خیلی سختی هست، یعنی یه چیزی نیستش که ما بگیم به آسونی به وجود میاد و تو باید با خودت تمرین داشته باشی و این پذیرش رو داشته باشی که این خشم و این عشق، این دوتا احساسی که در تضاد با هم دیگه هستن وجود داره و تو به خودت اجازه بدی که رهایی رو یاد بگیره و تمرین کنه. در نهایت این که واقعا ما نمیتونیم آدم‌های بیرون رو تغییر بدیم و در هر درجه‌ای که عاشق اونها باشیم و اونها رو دوست داشته باشیم، باز انتخاب دست تک تک خود ماها به شخصه میمونه و ما نمیتونیم کسی رو وادار به تغییر رفتار بکنیم و اون جایی که در مجموع میبینیم واقعا رفتارهای یک فردی داره باعث آزار ما میشه، این ما هستیم که باید انتخاب کنیم که یک رابطه سالم میخوایم یا یک عشقی رو میخوایم یا به خاطر اون عشق حاضر هستیم خودمون و سلامت درونمون و سلامت روانمون رو به خطر بندازیم یا نه. آیا حاضر هستیم و انتخاب میکنیم که برای بهتر شدن حال خودمون هر چند سخت یک روش‌هایی رو انجام بدیم یا نه. که تا اینجای ویدیو همراه من بودی و به صحبت‌های من گوش دادی، آیا تو تجربه‌ای از خشم و عشق رو داشتی؟ اگر آره اون رو در کامنت برای من بنویس از تجربت و تا ویدیوی بعد بدرود.